حالا در کنار اینها آقا امین فردا 9 جولای احتمالاً طرفای شب سامسونگ یه قرار آنباکسینگ انجام بده، یعنی آن گلکسی آنباکسینگ بود دیگه، چیزی آنپکت انجام بده که میخواد زد فولد و زد فلیپ 7 رو معرفی کنه که حالا به لطف دوستان فردا شب معرفی بشه. بله کلا چرا هیچ لیکی ازش نمیاد؟ نه الان لیکاشو میگم. به لطف دوستانی که لیک کردن و میدونن یک سری عکس اومده ازش که حالا لیک منظور شایعه است، لیست نیست. نه باشه راست میگی. نه لیک میشه لو رفتن دیگه. لو رفته، آره اسپکش لو رفته قبل اینکه آره لیست نزد. ولی چیزی که هست اینه که ببین من خودم تو بحث زد فولد و زد فلیپ نیستم، یکی بحث قیمتیش که واقعا نمیصرفه به بودجه من و بحث اینجاست که افراد خاصی میخوان این رو و نمیدونم حالا شاید شما پولدار بشید. اتفاقا دیشب یه پست تو اینستا در موردش دیدم که داشت میگفت شایعات لو رفته زد فولد چیاست. بعد داشت در موردش صحبت میکرد، بعد رفتم سرچ کردم ببینم زد فولد 6 چنده. فکر می‌کنم زد فولد 6 الان رجیستر شده 256 چنده. ببین قیمتش 1000 و 1200 $1800 $1800 بود. زد فولد 6 چنده الان تو ایران؟ خب ببین با دلار 70 تومن هم بگیری 1800 میشه قبلا ضرب تقسیم کوچولو 70 ضرب در 18 7 2000 رو ضرب در 7 کن میشه 140 میلیون 140. حالا 100 آره دیگه 140 یه 200 ازش کم کن میشه 14 تومن کم کن. 14 میلیون کلا 14 تومن کم کن ازش. میشه 126 130 تومن بود رجیستر شده. تازه این همه پول رجیستر نمیگیرن و گمرک واقعا با 126 تومن نمیشه. البته چرا دیگه تکنولوژی 110 تومن الان S25 مرد حسابی. راست میگی. 2 تا صفحه داره بهت میده. البته دوربینش خیلی ضعیف داره اینه. آره ولی خب برای کسی که دوست دارن. آره بعد این قیمتا رو دیدم من قلقلک هم گرفت. درسته بسیار. اگه زد فولد 7 اومد اون سرعتگیر وسطو نداشت احتمالاً گوشی خوبی باشه برای خریدن. البته باید ببینیم که چه جوریه، باتریش چه جوریه. فیلیپ محور نیستی نه من آره راست. باتری 4400 ادا هم داره دیگه میدونی. یه ادا خاصی هم داره گوشی تو اینجوری وا میکنه. بعد میگن که صفحش بیشتر شبیه گوشی عادی شده صفحه بیرونیش. خیلی خوبه اگه اینطور باشه واقعا. آره تو عکسایی که داره میاد معلومه دیگه. آره سایزش بیشتر شبیه گوشی بیرونی شده. واقعا قیمتش هم بزنین ننوشته قیمتشو. نه قیمتش ننوشته ولی الان خوب ببین نگاه کن. من واقعا سوال دارم. حالا تو این عکس خیلی کیفش پایین ولی نگاه نوشته تریپل 212. بابا اون 12 و 10 به اون 200 نمیخوره. خب من چی بگم؟ من واقعا نمیدونم چی بگم. یعنی واقعا بعضی اوقات با خودم حس میکنم که ما داریم توی برره زندگی میکنیم و سامسونگ اون بالایی‌های برره‌ن که تصمیمات بالا احمقانه میگیرن. آخه من نمیفهم آقا شما، من خیلی واضح اینو بارها گفتم 3 تا 50 بذار رو این سگ نصب. دقیقاً از دوربین 12 از دوربین 200 مگاپیکسل وقتی میای رو 12 میری رو 10 کیفیت افتضاح بد میشه، اصلا غیر قابل تحمل، گیان میخوره تو کیفیت تصویر. من نمیفهمم واقعا سامسونگ چه مرگشه. شما میفهمید کسی؟ والا منم ایده ندارم ولی حالا اگه از گوشیش بگذره فیلیپ هم البته نگفتن چیزی ازش، یعنی تو این لیک ها نبود ولی احتمالاً فردا دیگه خبرشو میبینیم. آره دیگه. ولی واقعا ناراحت کننده است و بدم میاد ازشون. آره آقا در کنار این زد فولد و زد فلیپ قرار سری 8 گلکسی واچ هم معرفی شه و 8 اولترای 2020 یعنی اولترای 2025 دیگه عدد نداره اولتراش مثل اپل که خب من واقعیتش واچ 5 تو داشتی دیگه 5 پرو داشتی که دادی به من فروختی من واقعا لذت بردم گوش چیز سامسونگ و امیدوارم که اکوسیستمش آره البته واقعا اکوسیستمی سنگینی نیست ولی خب کلا و هنوز مشکل داریم مثلا اون ECG شو متأسفانه تو ایران فعال نکرده سامسونگ. نمیدونم بعد چجور پیگیری کرد به نظر تو، یعنی از دید تو؟ حالا ما یه رسانه هستیم ما اطلاع داریم میدیم ولی دلیل اینکه ECG رو تعیین یه سری میگن آخه به خاطر وزارت بهداشته ولی اصلا آقا ما میخوایم بدون اصلا اینکه وزارت بهداشت یعنی اصلا عدد تایید حالا یه رادروی وجود داره که مثلا ویژن تو کاری بکنی و فلان و اینا. ولی
حالا در حال حاضر وضعیت اینه. چون سامسونگ هم سر این قضیه سامسونگ آمریکا یه هوش مصنوعی بود پلکسی نمیدونم چی که یکی بچه دقیقاً دیشب داشتم باهاش صحبت می‌کردم. اگر آمریکا باشی بهت 1 سال رایگان میده و پرو نسخه پروشو که حالا کسی که سامسونگ آمریکا داره میتونه استفاده کنه. کاری ندارم. آقا این واچ اولتراش که تا 3000 نیت میده، خب سنسورش بهتر شده، باتریش بهتر شده، یه چیز جدیدی آوردن، ایندکس جدیدی اضافه کردن برای سلامت کاربرا که خیلی جالب شده و به نظر من خیلی خوبه. 40 میلیمتری داره، 44 میلیمتری داره. واچ 8 کلاسیکش هم که خب حالت التیش که اصلا تو ایران فکر نکنم زیاد جواب بده، ولی بلوتوث داره. فکر کنم اصلا التیش. آره دیگه. ولی واقعا کاش ایسیم داشتیم. حیف واقعا. ایسیم خیلی فیچر خوبیه. آره. ویژگی جذابیه. این واچ اولترا حدوداً حدوداً 699 یوروه، 700 یورو، تقریبا 820 دلار میشه. خیلی قیمتش بالاست لعنتی. حدوداً فکر کنم میشه چقدر میشه؟ اینجا یه سری هستن همیشه پول ندارن ولی میان چیزای بالای 700 دلار میخرن. و این واچ حالا احتمالاً پس فردا که بیاد، حالا تو نمیدونم یا تو نیوز بعدی در مورد صحبت کنیم یا توی پادکست جلسه بعدی در مورد صحبت کنیم. پیش خرید می‌خوای بکنیم؟ نه آقا. آقا امین iOS حالا تو گوشی هستیم. iOS 26 یه چیزی بگم. بچه‌ها ساعت‌های سامسونگ رو هرگز با گوشی غیر سامسونگی سینک نکنید. دهن منو سرویس کردیم واچ 5. یادش یعنی انقدر دیسکانکت میشد، انقدر قطع میشد، دیگه من گیو اپ کرده بودم. اون آخرا فقط با اون ساعت ازش استفاده می‌کردم. باتریش هم تمام شد دیگه شارژش نمی‌کردم. من ساعت فهم واسم نگاه کنم. چون کار دیگه برام انجام نمیداد. و این قضیه الان است. پیکسل واچ 3 راضی. آره ولی مثلا امروز صبح که خوابوندم شبا بعضی وقت دستم میکنم دیدم نوشته ردینست 100%. صبح که خواب بلند میشم میگه تو خوابت چجوری بوده، امروز چقدر آمادگی بدنی داری. گجت فارسی داشتم. آره این ویجت چیزه. میتونی تو هم بریزی. نایس. آره این بالا پرشین کلندر. این میگه ساعتت فارسی داره، من میگم واسه چیزه پرشین کلندر. آره. بعد میگه 100 ردینست. من به خدا امروز صبح ردینسم 100 نبود. یعنی با واقعا به جان خودم 100 نبود. و هوا هم آلوده است آقا امین. حالا سمت شما آره. آلوده است ولی ما حاشیه شهر. ولی وسط شهر که الان ما هستیم تقریبا 170 180 شبا 500 میشه. آره خیلی وحشتناکه. حالا یه سری تئوریا دارم در مورد اینکه چرا میشه ولی نمیتونم. آره حالا دیگه بالاخره امیدوارم که حل بشه واقعیت، چون واقعا خیلی وحشتناکه برای کسی که مشکل ریوی. ما مشکل ریوی نداریم ولی کسی که کم مشکل داشته باشن اصلا داغون میشن و ما هم که مشکل نداریم مشکل دار میشیم در آینده و این خیلی بده.